بسم الله الرحمن الرحیم. دوستای عزیز، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. انشالله که همتان جور و صحتمند و دارای صحت کامل باشین. دوستای عزیز، اگر اشتباه نکنیم در جلسه هفتم برنامه فتوشاپ قرار داریم و درسایی که ما و شما طی 6 جلسه قبلی داشتیم انشالله که برای همتان مفید تمام شده باشه و شما از او استفاده های مفید کرده باشید انشالله. خب، به هر صورت دوستای عزیزی بود از جلسات گذشته ما شما گیدلاین بود انشالله که اینا هم شما یاد گرفته باشین و از درس امروز ما شما که هستید بلور تولز است. دوستای عزیز، برای جلسه امشب خود فقط دو تولز ما شما در نظر گرفتیم و انشالله تا آخر جلسه را همین دو تولز با هم چی میکنیم کار میکنیم و در قسمت مشکلاتی که شما در تولزهای سابق داشتین و در سال گذشته داشتین هم میتونید که امشب برای ما در جریان بمانید و در قسمت راه های حل و راهنمایی برای شما انشالله خواهد شد. ساز بلو را خواندیم. بلو رو خواندیم. دیشب تذکر دادی و کارخانگیش هم در گروه روان کردیم. فکر کنم بلو رو نخواندیم دوستان عزیز. بلو رو فقط برای شما گفتم به خاطر چی استفاده میشه، به خاطر محو کردن و چی استفاده میشه. شما در یادتان است؟ بله استاد، فقط یک گفتیم که معادل پورتریت در تلفن میباشه خلاص بوده، فقط زیاد معلومات دربارش نداریم. معلومات ندارم. درست است. دوباره از این قسمت بلوتو رو شروع میکنیم دوستان عزیز. اگر خواندیم هم مشکل نداره، به فایده شما است. خب دوستان عزیز، ما چند تصویر به خاطر اینا اضافه کردیم. در درس گذشته اگر باید داشته باشیم، خب دیجیتال هم نخواندیم، بلوتوث هم نخواندیم، خب و گریدلاین نخواندیم. انشالله که کارخانگی های اجرا انجام داده باشین و به خاطر تشریح بلوتوث دوستان عزیز ما یک تصویر از اینجا برای شما انتخاب کردیم و این تصویر برای شما میاریم در این قسمت که امی تولز بلو رو برای شما تشریح میکنم. دوستان عزیز، اگر شما متوجه شده باشید وقتی که از کامره های تلفن و کامره های شخصی خود استفاده میکنید، یک گزینه دارد به نام پورتریت. پورتریت دوستان عزیز خیلی کسا به نام پورتریت هم میگن، شاید نام دقیقش پورتریت باشه دوستان عزیز. امی گزینه بلور که هست هم تقریبا اینمی کار بر ما شما میکنه. به خاطر چیز استفاده میشه وقتی که ما شما در طول یک تصویر داشته باشید و یک ساحات زیر ما و شما نمیخواهیم که بیشتر جلب توجه کنم یا قابل نمایان باشد. فقط فقط بالای مساحه‌ای که مورد نظر ما و شما هست هم مساحه باشد. دوستان عزیز، در این قسمت ما مثلا یک عکس داریم توسط کامره تلفن خود گرفتیم و به طور مثال میگم دوستان عزیز، به خاطر که این عکس در کاری که گرفته شده نیت از این عکس این بوده که امی خود نقاش امی هنرهای خود چی کنه به نمایش کنه. ولی برعکس از این ما شما کار میکنیم که نخیر قسمت هایی که ای در نمایش مانده، اگر تصویر است، اگر لوحه ها است، هرچی است، ما میخوایم که این قسمت ها برای ما قابل نمایان نباشه، یعنی زیاد جلب توجه نکنه، بلکه تصویر خود یعنی شخص برای ما چی کنه قابل توجه بکنه. مثلا اگه شخص خود ما باشه یا دوست ما شما باشه، ما میگیم که دیگه قسمت ها قابل توجه نباشه، فقط تصویر یعنی شخص چی باشه قابل توجه باشه. یا اینکه مثلا اجازه نشر تابلوهایی که در اینجا هست ما شما نداریم و نمیخواهیم که به صورت کامل اینا چی شود پاک شود توسط ریسر و یا مثلا توسط فرش. میخواهیم که فقط از نمونه برداری و یا هم از چی از قابل دید پنهان شود. ما شما از بلوتوث میکنیم استفاده میکنیم. خب ما عکس خود عزیز کانورت اسمارت آبجکت میکنیم و دوباره از استفاده میکنیم که ما بتونیم بالا از چی کنیم تغییر دادیم. از این قسمت میریم امی بلور خود انتخاب میکنیم. دوستان عزیز، در بالا که هست آپشن هایی که وجود دارد مثل ما آپشن هایی که در قسمت جزءهای سابق ما شما تشریح کرده بودیم مانند ما هستن که تغییرات خاص نداره. از این قسمت که هست میزان و سایز و دوم هم هارد سیستم هارد سیستم دوستان عزیز اونمو
ایج های برش ما و شما هست که بچه اندازه رو رفتگی داشته باشه از قسمت کارنیسیس ما و شما میتونیم چی کنیم اونا را ادجست کنیم و یا سایز بندی کنیم. در این قسمت اگر ما شما متوجه باشیم دوستان عزیز ما میخوایم که صفحات بقیه از تصویر ما شما محو بکنیم ما توسط از نمیتونیم که قسمت ها رو بکنیم به شکل غبارآلود و یا به شکل ای که چشم ما شما در خواب باشه یک تصویر و یا یک چیزی دوتر ببینیم با اون قسمت و اون شکل برای ما شما چی میتونه ایره تبدیل. خب به هر اندازه که برش خود بالای از ما شما بگردانیم به هر اندازه بلور ما شما چی میشه بیشتر میشه ولی به اندازه برش تول ما شما نیست. وقتی ما بیایم از قسمت برش تول خود انتخاب بکنیم ببینید دوستان عزیز برش تول ما شما به هر اندازه کلیک بکنیم به همون اندازه چی میشه راهی که ما شما نمیتونیم قابل نمایل باشه به همون اندازه چی میشه دیده میشه و یا راتی برش شما بخواد دیده. انشاءالله که استفاده زیر به صورت دقیق ما دیده باشین شما می‌بینید که یک قسمت وقتی که بریم این تصویر اول ببینیم یک قسمت هیستوری برشتر خود میریم قسمت اول که عکس ما شما اینزد کردیم به این قسمت میریم کارمورد اسمارت آبجکت دسترایز کردیم دوباره عکس خود چی کردیم یک بلور کردیم از این بالاتر میریم شما میبینید تغییرات زیر همین قسمت تصویر اگه شما متوجه باشین دوباره میریم در بالایی که ما شما بلور کردیم میبینید که اون قسمت چی شده کاملا غیر قابل دید گردیده و از نظر ما شما چی میشه به شکل بلور ساخت و به شکل پورتریت یا عکس تصاویر تلفن از ما شما چی شده رنگ خود را عوض کردن و یک استفاده دیگه است دوستان عزیز در این قسمت ما میتونیم که گزینه دیگر هم برای شما تشریح کرده بکنیم شما در حالا یعنی عکس از جوان میبینید عکس از نقاش میبینید که تصویرش به صورت کامل قابل چی است قابل تشخیص و قابل نمایان است ما سایز برش خود کوچکتر میکنیم و قسمت صورت از این نمیخوایم برای ما شما بیشتر قابل دید شد. دوستان عزیز استفاده از که از در بخش گرافیک دیزاین عموما بیشتر است. اگر شما متوجه بودن باشین در تلویزیون ها وقتی که کدام موجودی ما اگر دولت گیر میکنه و میخواد که او تصویرش به چی نشان بده به ملت نشان بده توسط تلویزیون ها و رسانه‌های دیگر شما ببینید که روی از مجرم و یا روی کسی که جرم را مرتکب شده هم توسط همین تولز غیر قابل دید است یعنی چهره از قابل چی نیست قابل دید نیست ولی در کل دیده میشه که چگونه یک صورت داره با استفاده از تولز و یا از آپشن های همین بلور ما شما وارد میشه صورت غیر قابل دید میشه ما یک کنترل سایت میزنیم دوباره تصویر ما شما قابل دید باشه و پاک باشه صورتش و این قسمت دوستان عزیز نمره هایش هست که به شکل لاینیزم باشد دارکین باشد هیو باشد یا سچوریشن باشد کالر باشد دوستان عزیز هیو که است به اساس رنگ برای ما شما چی میتونه مساحات مختلف را بلورینگ میتونه و یا هم حالت پورتریت برای ما شما و سچوریشن که است به حالت چی است به شکل اما حالت هایی که قابل روشناییش بیشتر باشد مطابق روشنایی تصویر ما شما کار انجام میده و کالر که است هم تقریبا از هیو و سچوریشن از دوش نمونه گیری میتوند و این یک گزینه دیگه اش که است تو استفاده زیاد چی نداره دوستان عزیز اما حالت معمولی ما شما که است اما حالت معمولی برای ما شما چی میتونه کار میکنه دوستان عزیز آپشن هایی که ما شما برای فعلا در قسمت مودزی برای شما گفتیم عموما شما از چی استفاده میکنین از قسمت نرمال استفاده نرمال به خاطر چی بهتر است به اینکه به صورت اتومات اگر خود این برنامه فتوشاپ یا ادوبی برای ما شما این قابلیت ها را انجام میده که تصویر اینا تحلیل و تجزیه بکنه که آیا اینمی تصویری که ما شما داریم با اساس هیو میتونه که بهتر بلور شود یا با اساس کالر یا با اساس سچوریشن بکنه که خودش تصمیم میره به حالت نرمال که بهترین بلور برای شما چی کنه تقدیم. خب تصویر ما شما تقریبا به حالت معمولی خود برگشت و تولز بعدی از ما شما که بود دوستان عزیز چی است شیپینگ تولز است دوستان عزیز شارپینگ تولز که است دوستان عزیز به خاطر چی استفاده میشه به خاطر تیره‌سازی محتویات تصویر ما شما اگر به اینمی تصویر دقت بکنید قسمت ریشی از
تصویر ما شما که از رنگ سیاه به خود گرفته و قسمت صورتش رنگ گندمی به خود گرفته و شارپن تولز وظیفه چی است؟ شارپن تولز اینجا میاد رنگ هایی که در تصویر ما شما استفاده شده و یا پیکسل هایی که در تصویر ما شما استفاده شده اونها رو پر رنگ تر و قابل دید و بیشتر میکنه. وقتی بالا از کلیک بکنیم دوستان عزیز شما ببینید قسمت هایی که ریش از دوست عزیز ما شما هستن و یا نمی تصویر ما شما هستن اما قسمت اگر رنگ سیاه رنگ سیاهش بیشتر میکنه و در بین رنگ های نمودانه های ریش دیگه است رنگ های سفید تر نسبتا قابل دید است او قسمت ها را برای ما شما چی میکنه افزایش میده. در قسمت مویش اگر شما ببینید روشنایی های آن سفیدی هایی که وجود داره اونها بیشتر قابل نمایان میکنه و تارهای موی که به رنگ سیاه است اونها هم بیشتر قابل چی میکنه دید میکنه. اون متو در قسمت های دیگری از تصویر ما شما هر جایش کار بگیریم. اینجا اگر شما متوجه باشید خطای پیرن از ببینید که رنگ های زور بیشتر برای ما شما چی میکنه بیشتر تر میکنه. دوستان عزیز در کل اگر ما شما یک نظرسنجی داشته باشیم از این دو تا که از استفاده از به خاطر چی است از بلور تولز از ما شما به این استفاده نشد که عمو ساحه‌ای که ما شما میخواهیم قابل دید نباشه و جذابیت تصویر در اونجا نباشه و مردم بیشتر قابل توجه مردم نباشه و قسمت ما شما از بلور تولز خودش میکردیم استفاده میکردیم و شارپن نسبتا یک تولزی است که بر عکسی بلور تولز ما شما تقریبا چی بشه استفاده میشه. این بجای که بخواد تصویر ما شما را پنهان تر کنه برای بیننده قابل دید از چی میکنه بیشتر. خب گزینه بعدش که است دوستان عزیز اسموت تولز است. اسموت تولز دوستان عزیز به خاطر چی استفاده میشه؟ اسموت تولز به خاطر کشیدن پیکسل هایی که ما شما در قسمت تصویر خود قرار داده باشه. ما میایم یک تصویر دیگر برای شما وارد میکنیم در اینجا که بتونیم اینمی اسموت تولز خود را به صورت دقیق و واضح‌تر برای شما چی کنیم بیان. این تصویر دوستان عزیز خیلی تصویر شفاف است. در خیلی از جاها ما تولزهای مثل تولزهای قبلی مثل چی بود سیکونو برش تولز هم از استفاده کردیم و در قسمت اسپورت هلینگ تولزهای خودم از استفاده کردیم چطور میتونیم لکه های صورت از تصویر خود چی کنیم پاک بکنیم. هم از این تصویر برش ما استفاده کرده بودیم. کارنر تو سمارت آبجکت و رستورایز لیات ما شما انتخاب میکنیم. دوستان عزیز وظیفه اسموت تولز خود اگر برای شما بگویم به خاطر چی است؟ به خاطر کشیدن یک پیکسل ما شما که از یک ساحه به ساحه دیگر بکشه. گرافیک دیزاینرهای ماهر و یا عکاسهای ماهر اونها که مثلا بیشتر در قسمت کار میکنه قسمت افکت دهی و یا هم ریسایزینگ عکس ها کار میکنه و یا تغییر چهره کار میکنه. این گزینه که از گزینه پر استفاده است. وقتی که ما شما بخوایم از اسموت تولز استفاده بکنیم اسم تولز ما شما پیکسل ها را در کل از یک ساحه به ساحه دیگه میکنه انتقال میکنه و وظیفه از چی است؟ زمانی که مثلا ما شما یک تصویر داریم و یک قسمت از اون بخوایم که بلندی از رو بیشتر بکنیم و یا مثلا بزرگی از رو بزرگتر بکنیم ما چی میکنیم از این استفاده. مثلا بینی از دختر خانم است در حالی که بلند است و ما میخوایم که انمی ساحه و یا بینی زیر کم بلندتر بکنیم. در کل دوستان استفاده از بلندی است. مثلا میخوایم که بینی از زیر ما شما کم چی کنیم بلندتر بکنیم تا مورد پسند بیشتر مردم قرار بگیره. ما شما به تصویر میتونیم که بینی زیر بلند بکنیم و به حال ما که نمیشه فقط به تصویر چی کرد قناعت کرد. دوستان عزیز یک گزینه که است دقت بسیار زیاد کار دارد، ظرافت بسیار زیاد کار دارد تا که با شما بتونیم به صورت دقیق و پیکسل های مورد نیاز خود از یک ساحه به ساحه دیگر انتقال بدهیم و تا بتوانیم که هم شیپ ما و یا تصویر ما حالت طبیعی و یا نیچرال خود را چی کنه تغییر نده. دوستان عزیز این قسمت بینی مهم است، باید این قسمت بینی بلند باشه. اگر نه قسمت سر بینی رو خوب گلبه های با شما هم داره. خب حال ببینید شما دوستان عزیز که چطور یک بینی مقبول برای ما شما ساختیم. شما کوشش بکنید که تو بینی برای خود نسازید که مردم برای شما خنده نکنه. در کل گفتم میتونم دوستان عزیز اسموت تولز که به خاطر چی استفاده میشه؟ تنها به خاطر بینی بلند کردن نیست دوستان عزیز، به خاطر
کشیدگی ساحات مختلف از تصویر ما و شما چی است استفاده میشه. اگر شما با کامپیوتر خوشرفتی دارین و یا مذاق دارین، شما میتونید توسط از این استفاده را چی کنین آزارم میتونید. شما میتونید یک تصویر توسط کجوز هم بکنید. یه بود از استفاده اسکریپتور دوستای عزیز، انشالله که از این شما یک درک کرده باشین و استفاده از این را داشته باشین. تولسی بعدی از ما و شما که هست دوستای عزیز قسمت دوج تولس دوستای عزیز. دوج تولس به خاطر چی استفاده بشه؟ وقتی که ما و شما یک تصویر داشته باشیم مثل این تصویری که شما میبینین و به خاطر از این ما بخوایم که یک قسمت خاص از این را نورانی بسازیم و یا به شکل به بیننده ها نشان بدیم که بالای صورت از این و یا بالای قسمت از بدن از نور افتاده باشه و یا روشنایی افتاده باشه. ما شما از گزینه چی استفاده میکنیم؟ از دوج تولس. خب اما قسم که در تولس های قدیمی و در تولس های قبلی ما شما آمده بودیم این پنل را داشتیم. در یک قسمت دوج تولس هم که است دارای همین قسمت ها هستن و ما میتونیم از این قسمت مقدار سایز برش خود و همچنان مقدار هاردنس خود را از این قسمت ما شما چی کنیم ادجست بکنیم و یا سایز بندی کنیم. ما همین یک مقدار سایز برش خود را و یا سایز انمی دوج تولس خود را چی میکنیم بزرگتر میکنیم و ما میخواهیم که در قسمت صورت از یک نوری بیافزاییم و یا در قسمت صورت از یک نور چی کنیم نور بدیم دوستای عزیز. خب در قسمت اکسپلوژن بالاتر میکنیم که اکسپوژر دوستای عزیز به خاطر مقدار روشنایی استفاده میشه که به چه اندازه ما هم صورت شما را روشنایی برش بندازیم و جلایش صورت را چی کنیم بالاتر. دوستای عزیز همین عکس ما شما حذف میکنیم و عکس وارد میکنیم که قسمت بینی کمی نیچرال و یا هم طبیعی تر برای ما شما قابل دید باشه. خب کانال اسمارت آبجکت سایز لیر به خاطر ما بتونیم همین تصویر خود را برش تغییرات بیاریم. از این قسمت نیم دوج تولس خارج میکنیم انتخاب کنیم. دوستان عزیز در قسمت وقتی که شما چپ کلید فشار ده بگیرین و قسمت هایی که شما میخواهید نور افزا باشه و نورانی باشه قسمت ها را شما چی میکنین هایلایت. خب اگر بیاین قسمت پیش از اینکه ما دوج تولس از اینجا استفاده کرده بودیم یک قسمت شما میبینید که دوج تولس ما استفاده کردیم و پیش از اینکه از فقط حالت قسمت شما میبینید تغییرات که بالای از تصویر ما شما آمده و چی آمده است. خب در یک قسمت که از دوستان عزیز مودهای چی است؟ مودهای همی چگونگی افکت و چگونگی روشنایی را یا مودش برای ما شما در اینجا گفته که به چه اندازه باشد. گزینه اولش که از دوستان عزیز شادو است و آخرش هم که است هایلایت دوستان عزیز. این گزینه ها که است اقدار فرق با هم دیگر ندارد ولی این گزینه میتون است که است میتون حد فاصل بین شادو و هایلایت دوستان عزیز که ما شما تا هنوز هم استفاده میکنیم. شادو چیکار میکنه؟ قسمت هایی که سایه است برای ما شما قسمت ها چی نمیکنه، اما قسمت هایی که به شکل سایه هست و به شکل شادو است اما قسمت ها رو برای ما شما با حالت طبیعیش و با حالت اون شادو سازیش که میکنه برایش افکت و یا روشنایی میده. یک قسمت ما میاییم شما میبینید در این قسمت های پایین که شادو داره و قسمت ها رو مطابق هم شادوش برایش چی میکنه افکت و یا روشنایی میده. دوستان از تفاوت زیاد نداره و همیشه شما کوشش بکنید میتون که از حد فاصل بین هایلایت و چی است هایلایت و شادو است. شما کوشش بکنید یعنی میتون که از حد وسط و یا مثلا حالت نرمالی امی افکت دهی ما شما و یا هم حالت انمی دوج تولس ما شما یا حالت دوج تولس ما شما از حالت هایلایت شب میتونیم ما شما استفاده میکنیم و در این قسمت شما میبینید در این قسمت رنگ شب کمی تفاوت داره و مطابق کنمو رنگ بندی که خود صورت هستن و مطابق چی میکنه تصویر ما شما را نوربندی میکنه. دوستان عزیز شما کوشش بکنید از حالت چی استفاده بکنید از حالت میتون چون تصویری طبیعی تر یا نچرال تر نسبت به می
دو گزینه بعدی ما شما چی میکنه برای ما شما وارد میکنه. شما وقتی متوجه شوید شما میفهمید که یک تصویر و یا یک نوری که از آفتاب باشه و از یک چراغ باشه برای ما شما چیکار قسمت صورت اینمی تصویر استفاده است. در قسمت مقدار نور هیچ از دوست عزیز که به چه اندازه زیاد باشد کم باشد شما میتونید در قسمت مقدار از چی کنید کم و زیاد. چون تصویر ما شما سفید بود و بعضی به اندازه 17% برآمد شد تصویر ما شما را تکیه. خب و قسمت بوم تولز ما شما دوست عزیز این وظیفه چی است؟ وقتی که ما شما من در این قسمت آمدیم یکی بلور تولز داشتیم و یکی شارپ تولز. این دو گزینه که بود تقریبا برخلاف یکدیگر بود دوست عزیز. ما شما برای چی میگفتیم مثل بلور تولز به خاطر چی است؟ امتحاتی که ما شما نمیخوایم برای ما قابل دید باشه او ساحه را برای ما شما چی میکرد محو میکرد و یا پنهان و در مقابل از برشین شارپن تولز ما شما با شارپن تولز ما شما اما قسمتایی که ما شما میخواستیم قابل دید بیشتر باشه اما پیکسل ها و کالر های رو بیشتر برای ما چی میکرد قابل دید میکرد. در این قسمت هم که شما بیاین دوستان عزیز دو تولز ما شما قسمت تصویر ما شما رو نورانی میکنه و بوم تولز ما شما که است و خاطر چی استفاده میشه اما قسمت ها نور هیزر چی میکنه مقدار نور هیزر رو برای ما شما پایین میکنه. ما میایم در قسمت اولی تصویر خود در قسمت تصویر نداریم پایین تر میاییم دو تولز کار شده در این قسمت دوباره پیشتر میریم که تصویر ما شما آمده باشه در این قسمت است. برای کام افکت آمده گیر کانورت اسمارت آبجکت و گزینه ریستور استفاده انتخاب میکنیم و از این قسمت میاییم بوم تولز استفاده میکنیم. بوم تولز یک قسم دوستان از یک قسم شادوگک طبیعی بالای تصویر ما و شما میاد. اگر تصویر ما و شما بسیار روشن‌تر شده و یا هم چی شده باشه که مثلا نور بیشتر بالای صورتش و یا قسمت جای دیگر به درش افتاده باشه ما و شما میتونیم که از این طریق مقدار نور از چی بکنیم به حالت دارکنسیس و یا به شکل دارک تصویر خودش چی کنیم تبدیل کنیم. دوستان عزیز ما در درس و یا جلسه قبلی هم برای شما گفتیم که تولز هایی هستن که در این قسمت ما میتونیم که با جای از این و یا بر علاوه از گزینه های دیگر هم از چی کنیم استفاده کنیم. دوستان عزیز بر علاوه دو تولز که است ما شما یک گزینه دیگر هم داشتیم مثلا که قسمت ها کالر ریپلیسمنت داشتیم. دوستان عزیز ما میتونیم دقیقاً همین کار توسط کالر ریپلیسمنت هم کنیم ما شما انجام بدیم. وقتی که تصویر ما شما با یک رنگ دیگه هست رنگ گندمی است و ما بخوایم او را به شکل سیاه‌سفید و یا به شکل خاکستری و یا به شکل کدام رنگ دیگه تبدیل بکنیم ما میتونیم هم از گزینه کالر ریپلیسمنت از چی کنیم استفاده کنیم. خب تولز بعدی از ما و شما که از دوستان عزیز اسپانگ چی است؟ اسپانگ تولز است. اسپانگ تولز چی است؟ دوستان عزیز به خاطر چی استفاده میشه ما اینو دوباره چی میکنیم استفاده لیر میکنیم. اسپانگ تولز که است میایه امو وظیفه تقریبا هر دوی نمی چیزی ما و شما انجام میده وظیفه هم دور تولز و هم چی بورنینگ تولز ما و شما را چی میکنه انجام میده. قسمت هایی که اگر رنگ بیشتر کار داشته باشه رنگ بیشتر رو برای ما شما استفاده میکنه و قسمت هایی که رنگ چی داشته باشه از چی میتونه استفاده کنه. دوستان عزیز در کل گفته میتونیم که اسپانگ تولز هم وظیفه دور تولز ما شما را انجام میده هم وظیفه چی بورنینگ تولز ما شما چی میکنه انجام میده. دوستان عزیز مثلا از این قسمت ما شما میبینیم حالت مودسی دو قسم است یکی به شکل استراکچر و یکی به شکل دی استراکچر. دوستان اگر دی استراکچر بگیریم تصویر ما شما رنگش میگیره کمی به شکل چی میکنه به شکل خاکی و یا به شکل سیاه و سفید چی میکنه تبدیل. و اگر بریم از قسمت مود حالت استراکچر زیر ما شما انتخاب بکنیم تصویر ما شما چی میشه حالت آنمو دور تولز ما شما رو میگیره که به حالت دور تولز ما شما که اومده بودیم از قسمت دور تولز که انتخاب میکردیم و حالت رنج و یا مودش به شکل شادو و هایلایت داشتیم. همین حالت هایلایت ما شما چی میتونه انجام میده. خب دوستان عزیز در درس امروز که ما شما خواندیم درس یکی تولز به نام بلور داشتیم و یکی هم به نام شی تولز.
در طول استفاده از که بود اول بلور به خاطری بود که صحات تصویر خود ما و شما نخواهیم قابل نمایان باشه و یا قابل دید باشه، ما از بلور تولز میکردیم استفاده میکردیم و از شارپن تولز به خاطر استفاده میکردیم صحات و پیکسل هایی که ما میخواهیم بیشتر قابل دید باشه برای بیننده ها، ما از شارپن تولز خودش میکردیم استفاده میکردیم. و سموج تولز ما و شما به خاطر چی استفاده میشد؟ به خاطر استفاده میشد که ما بخواهیم یک قسمتی از تصویر خود را بخواهیم فرو رفتگی و یا بلند ساختن و یا بالا بردن همون میزان را ما میتونیم از اسم تولز خود چی کنیم استفاده کنیم. دوستان عزیز، بر علاوه از اینکه ما شما در قسمت بلند کردن بینی استفاده کردیم، دسته‌های مختلف مثلا یک کسایی هستند که میخواد اندام خود بسیار بزرگتر، یعنی حالت پهلوان مانند به خود چی کنه ایجاد بکنه و یا دیزاین بکنه، هم از این قسمت ها چی میکنه کار میگیره. خود به شکل پهلوان یا مثلا کسایی که بسیار ورزش زیاد کرده باشه توسط همین تولز هم قسمت های مختلف از بدن خود میتونه به شکل بلند ساخت و یا ساید یا نهار چی کنه ترتیب کنه. و در قسمت بعدی که ما خواندیم دوش تولز و برون تولز و اسپانگ تولز بود. دوش تولز بر شما گفتم به خاطری که ما یک تصویر داشته باشیم، تصویر ما حالت تاریک به خود گرفته باشه، ما میتونیم که با استفاده از یک نوری نچرال و طبیعی برای چی کنیم برای بیافزاییم. و قسمت بعدی گفتیم که تقریبا حالت معکوس و یا سرشفه دوش تولز داره و صحاتی که مثلا قسمت از صورت ما و شما باشه و یا تصویر دیگه باشه، همون سخل برای ما به حالت دارکنسیس چی میکنه نزدیک. اسپانگ تولز گفتیم که تقریبا کار هم برن تولز میکنه و هم کار چی را دوش تولز میکنه، هم حالت دارکنس ما و شما برای ما و شما انجام میده و هم حالت لایتنس. خب این دو تولز بود و درس بعدی ما و شما که از حالت وکتورینگ است. دوستان عزیز، حالت پین تولز های ما و شما هست. پین تولز ها که است و من به خاطر سیاست هم نماهای است سلکت تولز های ما و شما هست. ما میتونیم توسط قسمت های مختلفی از تصاویر خود سلکت و یا هم دیسلکت که مربوط درس بعدی ما شما میشه انشالله.